که اونا از ما انتظار دارن که ما از فقط اونها رو از زندان آزاد کنیم. من با شما قسم میخورم، آشکار میگم که اگر وظیفه همون نبود، آسانترین بهترین کسی که میتوانست همونا رو از زندان آزاد کند خودشان هستند. همونا بیاین در نزد یک دوربین کامera از من شروع کرده تا همین راه و استادا و همه را تنقید کنن، بگن ما اشتباه کردیم، جناب فلانی ما را ببخش، ما جنایتکار هستیم، ما را با اون بزرگواری خودت عفو کن. شما فکر میکنید همین کار شدنی نیست؟ شاید برای 50%ش برای بعضش این کار تأثیر نرساند، اما برای 50% دیگرش این کار تأثیر میرساند و یا آزاد میشن یا شرایطشون سبک میشد. و این وعده رو با آنها کردن، این پیشنهاد رو کردن. کدام از اینها آماده شد که بیاد در نزد دوربین برای آزاد شدن، برای سبک شدن وضعیتش همین کار رو کرد؟ هیچ کدامش. پس اونا انتظارشون از ما چی است؟ میگن ما زندانی شدیم به خاطر راه و اینا. شما راه را، مبارزه را طرز ادامه بدهید که ما ادامه میدادیم، ما به خاطر اون زندانی شدیم. اگر همه ما در اینجا چی تلاش درباره زندانیان ممکنه، مال شهدا که رفتن، مکسیموم بالاترین کاری که کرده میتواند یک حرکت مبارز و زنده برای زندانیاش در شرایط تاجیکستان همون کاری است که ما و شما کردیم. تا سازمان ملل یگان کشور در جهان مثل تاجیکستان پروندهش به سازمان ملل با این مقدار در مقایسه با اهالی و زندانیان سیاسیش نرفته است. بالاترین پرونده را در سطح جهان تاجیکستان دارد در مقایسه با شماره زندانی‌های سیاسی و پرونده هایی که کمیته مربوط سازمان ملل طلب کرده است که آزاد کرده شوند. چند زندانیمان آزاد شد؟ چند زندانی کشورهای دیگر که پرونده هاشون رفت به سازمان ملل، به OBSE، به اینها توانستند زندانیاشون آزاد کنند؟ اگر بسیار کرده باشند، مثل که میرزیوف کرد در ازبکستان، چند نفر آزاد کرده برای ایمیج و برای آبروی خودش، به همین تمام. پس این همه زحمت ها و تلاش های ما با همین روش همین قدر نتیجه میتید. ببینیم قضیه سوریه را. من نمیدونم اپوزیسیون سوریه چند پروندهش به سازمان ملل برد، چیکار کرد با بشار اسد، با دادگاه بین المللی. ولی وقتی که پیروز شد اپوزیسیون سوریه، یک نفر و دو نفر نه، چند صد هزار آزاد کردن. 200,000 زندانی در یک شب آزاد شد، در یک هفته آزاد شد. شما در پهلوی ترازو مونید